نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما فقط چند نکته را اشاره میکنم چون وقت هم کم است. درباره استاد شهید مسلمیان ما برو تعداد کسانی که فکر میکنن با از بین بردن علما میتونن که صدای حق را خاموش بسازن و میتونن که اسلام را نابود بسازن بر گوش اونا میرسانم. باید داشته باشین اسلام به یک مسلمیار خلاص شدنی نیست. اسلام به یک استاد ایاز نیازی ختم شدنی نیست. اسلام با از بین رفتن استاد عاطف ختم شدنی نیست. دین اسلام دین برحق است. اگر تو بخوای یا نخوای دین جاودان است. به این فکر باشین استادای عزیز ما هر کدامشان شاگردای مبارز دعوتگر تربیه کردن. من خودم یک دختر هستم ولیکن هرگز به این فکر نیستم که من یک دختر هستم و در گوشه خانه بشینم. نه، ما به الله قسم یاد کردیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! به الله قسم یاد کردیم نسل مجاهد، نسل دعوتگر، نسل مبارزی را در این راه تربیه خواهیم کرد و از هیچ کسی هم هراس نداریم، از هیچ کسی هم ترس نداریم. استاد مبشر میگفت مرگ در راه حق پیروزی است. مرگ در راه حق رسیدن به الله تعالی است و ما میخواهیم از کسی هم ترس نداریم. اگر شهادت نصیب من شوه یک مسلمان دیگه خواستار چی است جز شهادت؟ دیگر ما چی بخواهیم؟ ما در کنار علما استاده هستیم. ما به قدری خون خود استاده هستیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! ما از علمای خود دفاع میکنیم. ما از او علمایی که شکم پرست هستند و در گوشی خانه های خود فتوا میدهند از او علما بیزار هستیم. ما از او علما بیزاری خود اعلان میکنیم. ما افتخار میکنیم به مجیب الرحمن، مولوی مجیب الرحمن نور چشم ما هستند و کسی نمیتونه که بر اونا ضرر هم برسانه الا مگر الله.